رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده روز 1 ینور برای تبریک خانواده‌ای که در عرفه سال نو صاحب پنجگانه شد به دهه باباجان غفورов نویه قباجان رفته است. بابای طفلان پنجگانه محمد بابایف به رئیس ولایت خبر داده است که طفلان را حسن، حسین، فاطمه، زهرا و خدیجه نام گذاشتند. قربان حکیمزاده دستور داده است تا منزل این خانواده خوشبخت را نوسازی کرده برای طفلان پنجگانه حجره های علاوگی بسازند. دلنوزه محمدova ساکن 31 ساله قبادیان که 2 فرزند داشت روز 3 دکبر پنجگانه 2 پسر و 3 دختر به دنیا آورد. حالا او همراه طفلان نوزادش در تولدخانه جمهوریوی در دوشنبه تحت نظارت طبیبان قرار دارد. طفلان پنجگانه از 1.5 تا 2 کیلو وزن داشته طبیبان وضع آنها و مادرشان را خوب ارزیابی میکنند. خدمات مطبوعات حکومت ولایت ختلان گفت دلنوزه محمدova در خانه شوهرش همراه پدر شوهرش بابایف محمد نفقه خوار 76 ساله و مادر شوهرش نورمرادova نوربی نفقه خور 74 ساله زندگی میکنند. شوهرش بابایف برات 41 ساله موقتا بیکار بوده تا زمان پنجشنبه بیماری سرایتی نوع کرونا ویروس و اعلان شدن پاندمی به مهاجرت کاری به روسیه سفر میکرد. محمد بابایف ضمن صحبت با رئیس ولایت گفت که 3 فرزند دیگرش نیز کودکان دوگانه دارند. قبلا در تاجیکستان چند مورد تولد 3 گانه و 4 گانه مشاهده شده بود ولی پنجگانه بار اول به دنیا آمد.